بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. در جلسه دیگر از درس‌های سیاست اسلامی در خدمت شما دوستان عزیزان قرار دادیم و در جلسات گذشته توضیح دادیم که ارکان سیاست اسلامی 4 چیز است. اول، حکم به ما انزل الله که در یک جلسه مفصل توضیح دادیم. دوم، ملت یا شعب یا مردم که رکن دوم سیاست است که او هم در جلسه گذشته توضیح دادیم. و میرسیم به رکن سوم که در این جلسه خدمت شما تشریح خواهیم کرد. موضوع دار، کشور، وطن، منطقه، دار اسلام که اگر سرزمینی وجود نداشته باشد، جایی نباشد برای حکمرانی و ملتی در اون نباشند و حکمی وجود نداشته باشد، خب سیاستی نمیشه دیگه. سیاست وقتی میشه که مردمی در یک منطقه زندگی بکنند. پس منطقه رکن سوم سیاست است. حالا روی منطقه مبحث مفصلی داریم که طبق قوانین شرعی به اتفاق اهل علم دار به دو دسته تقسیم میشه. یکی دار اسلام و یکی دار کفر. و مبحثی که اینجا مصنف توضیح داده خیلی مختصر هست که گاهی اوقات دار میتونه، دار اسلام چیست، دار کفر چیست، تبدیل هر کدام اینها به دیگری، دار کفر تبدیل به دار اسلام بشه. مثل مکه مکرمه دار کفر بود در ابتدای خود، اما بعدا تبدیل به دار اسلام شد. و خیلی جاهای دیگر در جهان دار کفر بود و بعدا تبدیل به دار اسلام شد. حالا شرایط این که یک دار کفر تبدیل به دار اسلام شود یا معاذ الله یک دار اسلام تبدیل به دار کفر شود چیست؟ و چه وقت میتونیم بگیم این دار اسلام بوده تبدیل به دار کفر شده؟ امروز خیلی از عزیزان میبینیم در این مورد صحبت‌هایی میکنن و بعضی از صحبت‌ها طوری است که یعنی در جهان اصلا ما دار اسلام نداریم، کلا فعلا کشورهایی که هستن دار کفرن چون حکم اسلامی در اونها تطبیق نمیشود و جاری نیست. پس اینها چون قانونشان اسلامی نیست و تطبیق اسلامی نمیشود، پس اینها دار اسلام نیستن، دار کفر هستن. در این مورد انشاءالله در این جلسه مفصل توضیح خواهیم داد و این مبحث شما متوجه خواهید شد که یکی از موضوعات بسیار مهم در علم سیاست اسلامی است. ابتدا صفحه کتاب را خدمت شما داشته باشم و بعداً از خود کتاب میبینیم الرکن الثالث الدار الاقلیم، رکن سوم سیاست دار یا همون اقلیم، منطقه، کشور، هر تعبیری میخوایم بگیم. البته دار اسلام وقتی میخوایم بگیم اونجا دیگه منظور یک کشور خاص نیست، یعنی کل جهان اسلام باز یک دار هست در واقع که باز این مباحثی است بعداً اشاره خواهد شد. خب الدار هی الوطن، دار کجاست؟ وطن الذي يعيش فيه عليه شعب، جایی که ملت بر آن زندگی میکنن و نظام دولت بر آنها تطبیق می شود. و یطلق علیها ایضا الاقلیم، اقلیم هم گفته میشه. اقلیم یعنی یک منطقه‌ای که در او حاکمی وجود دارد و مردمی ملتی زندگی میکنند. و دار در نزد فقها بالاتفاق به دو دسته تقسیم میشه. بعدا باز میگیم که دلیلش از احادیث چیست. دار اسلام و دار کفر. باز دار کفر به دو قسم است، یا دار حرب است یا دار عهد است. این دار کفر یا اینکه ما با او در جنگ هستیم، او با ما در جنگ است، و یا اینکه دار عهد است، ما با هم در صلح هستیم، جنگی با هم نداریم. مثل مکه مکرمه در زمانی که صلح حدیبیه صورت گرفته بود، مکه در زمان دار عهد بود، دار حرب نبود. دار کفر بود اما دار حرب نبود، دار عهد بود. حالا میایم اول دار اسلام. دار اسلام چیست؟ تعریف او و هی کل بقعه، هر منطقه‌ای که تکون فیها احکام الاسلام ظاهره، که احکام اسلام در آن آشکار باشد. و تنقسم دار الاسلام عند بعض الفقهاء الى ثلاث اقسام. دار اسلام رو با سه بخش تقسیم کرده به اعتبار تقسیمات خود از لحاظ جغرافیایی. این تقسیم خیلی یک چیز مهم بیان نمیکنه در واقع، فقط از لحاظ جغرافیایی بعضی نکات توضیح داده وگرنه خیلی مطلب مهمی نیست. نکته مهم اینجا است هر جایی که در او احکام اسلام ظاهر باشد، این رو خوب یاد داشته باشید. منظور کدام احکام است؟ تنها احکامی است که دولت تطبیق میکند یا مردم کارهایی که انجام میدهند در بازار و کوچه و معاملات و عبادات و فرهنگ و در اینها مباحثی است که اینجا اجمال است. خیلی از دوستان و عزیزان به همین اجمال مسئله به اصطلاح چی میکنن؟ میگیرن و بعدا هم تطبیق میدن که این اشتباه است. در بحث تطبیقات باید دقت خیلی بیشتر صورت بگیره، لذا در این مورد باید تشریح بیشتر بکنیم و بعدا اقوال علما رو در این مورد خواهیم دید. خب اینجا گفته دار به سه دسته تقسیم میشه دار اسلام. یکی حرم است
حرم یعنی شامل مکه و مدینه، حرم مکه و حرم مدینه. و الحرم یمنع تنفیر صیده، باز احکام حرم مکه رو آمده توضیح داده که در اون شکار او نباید رانده شود، شکار نباید در اونجا صورت بگیرد، درخت او نباید قطع شود. و خلاصه کسی که به او داخل میشه به اراده حج و عمره باید با احرام داخل شود، بدون احرام از میقات نباید بگذرد. خب اینا موضوعات تفسیری خاصی است که به یک بحث منطقه خاصی از دار اسلام ربط میگیره. دوم منطقه حجاز. حجاز باز غیر از مکه و مدینه منطقه وسیع‌تری است و سمیت حجازا لانها حاجز بین التحامه و نجد. ببینید در کل 3 بخش ما داریم در شبه جزیره عرب. یکی بخش تهامه هست، یکی نجد است. تهامه یعنی پایین، نجد یعنی بالا. مثل یک شهر بلنداب داره پاییناب داره. بلنداب شهر یعنی طرف بالای شهر، بالا شهر. پایین شهر هم که پایینابه. حالا نجد یعنی بالای شهر. با اون تعبیر بالا شهر خود اینجا یعنی منطقه بالا که میشه طرف مشرق میشه و طرف مغرب باز میشه اون پایین. و اینجا تهامه باز طرف پایین است. حجاز در وسط است. در وسط تهامه و نجد دو منطقه است در شبه جزیره عرب. و از جمله احکامی که به سرزمین حجاز مختص است این است که مشرک در اونجا نباید زندگی کند، چه ذمی چه معاهد. هیچ نوع مشرک و کافر در اونجا نباید باشد. چرا؟ چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اخرجوا المشرکین من جزیره العرب، مشرکان را از شبه جزیره عرب بیرون کنین. حدیث متفق علیه است در بخاری و در مسلم و تمام امت بر او اتفاق دارند. اما منطقه حجاز کدام جاها گفته میشه؟ امام شافعی رحمه الله تخصیص کرده این حکم را به بعضی از شبه جزیره عرب و هو الحجاز. در حدیث آمده از شبه جزیره عرب بیرون کنید، اما امام شافعی رحمه الله بیان فرموده که منظور از شبه جزیره عرب در سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم منطقه حجاز است، که منطقه حجاز یعنی مکه و مدینه و یمامه و اعمالها به منطقه ماحولش. دون الیمن، یمن دیگه جزش نیست. حالا یمن جز شبه جزیره عرب هست اما جز حجاز نیست. و امام شافعی میگه منظور از شبه جزیره عرب چی است؟ غیر از یمن هست، منطقه حجاز منظور است. حالا به چی دلیلی گفته؟ خب توضیح میدیم که دلیلش چیست، دنبال میبینیم. و این غیری در نزد غیر امام شافعی فإن الحكم عام فی جزیره الجزیره. غیر امام شافعی میگن نه، در عموم شبه جزیره عرب نباید باشه، چون پیامبر شبه جزیره عرب گفته. و قد اعتبر بعض العلماء جزیره العرب هي ارض الحجاز. بعض علما گفتن اصلا شبه جزیره عرب یعنی حجاز. هر دو با هم مساویان، هر دو با هم مساویان، فرقی ندارن. ابن حجر رحمه الله فرموده الذي یمنع المشركون، آنچه که منع میشوند مشرکان من سکناه، که در آن سکونت بگزینند، من الحجاز خاصتا، از شبه جزیره عرب منظور فقط حجاز است. خب دنبال ببینیم. و قال البهوتی از علمای حنابلة هست، گفته فیما یخرج منه المشركون، مشرکان از کجا بیرون میشوند؟ گفته المراد الحجاز. حالا به چی دلیل برادر پیامبر میگه شبه جزیره عرب؟ به دلیل انه لیس احد من الخلفاء، میگه دلیلش این است که هیچ کدام از خلفای راشدین که این حدیث رو هم از پیامبر شنیده بودن، خبر بودن از این حدیث، از حجاز بیرون میکردن مشرکین را، اما از یمن بیرون نکردن. هیچ کدام از منطقه یمن، منطقه تیما که جزء شبه جزیره عرب است، بیرون نکردن. لذا امام احمد گفته و قال احمد جزیره العرب المدینه و ما والاها. امام احمد که قول دیگه داره که مدینه و ما حولش فقط، يعني أن الممنوع من سكن الكفار بالمدينة وما والاها وهو مكة والمدينة وخيبر وينبع و فدك. همین چند منطقه فقط گفتن. و مخالفی ها یعنی منطقه های ماحولش، یعنی ده های ماحولش. و لیس لهم دخول و الحجاز الا باذن الامام، میگه اینا به حجاز داخل شده نمیتونن مگر که امام اجازه بدهد. کما ان اهل الحرب لا يدخلون دار الاسلام الا باذن الامام، اهل حرب هم به دار اسلام داخل شده نمیتونن مگر به اذن امام. همچنین اهل ذمه هم داخل نمیشون به سرزمین حجاز الا به اذنی، البته هم برای زندگی نه، کاری داشته باشن پس رود برن، سکنا نگزینن. خب سوال و بحث دیگری است، حالا مبحث اصلی ما در اینجا نیست، فقط دار اینجا توضیح میده. سوم ما عداهما، بخش سوم دار اسلام، یک بخش خب بود چی مکه و مدینه، یک بخش که حرم بودن، یک بخش شبه جزیره عرب یا همون حجاز، و یک بخش هم ما عداهما غیر اینها دیگر کشورهای مسلمین که تقسیم میشوند به اعتبار تقسیم فقها به چند تقسیم باز اینا دارن.
که هر کدام احکام خاص خود را دارد، این بحث جداگانه است. اما ثانیاً دارالکفر، اسم دوم دارالکفر است که به دو دسته میشه، دار حرب و دار عهد. دار حرب کجاست؟ فقها چند تا تعریف کردن برای دار حرب. عرفه ابو یوسف و محمد بن الحسن، امام ابو یوسف و امام محمد از علمای حنفیه این چنین تعریف کردن، گفتن هی الدار التي تظهر فيها احکام الکفر، داری که در او احکام کفر ظاهر باشد. منظور از احکام کفر چیست؟ بعدا ان شاء الله اینو مفصل توضیح خواهیم داد. دوم و یعرف الحنابله، علمای حنابله تعریف کردن، گفتن هی التي یغلب علیها حکم الکفر. فرقی نمیکنه این تعریف و تعریف یکی شد، حکم کفر بر آن غالب باشد، اونجا احکام کفر ظاهر باشد یعنی غلبه داشته باشد. و فی هذه التسمیه اضیفت الدار الی الحرب، در این تسمیه دار به عنوان حرب یاد شده، دار حرب. چرا؟ لان الحرب حاصله و متوقعه. چرا این دار حرب میگن؟ چون از این منطقه توقع جنگ میره. و ذلك لانها لا ترتبط مع دار اسلام به عهد، دیگه که با دار اسلام عهدی ندارد که اون دار عهد بگن. قسم دوم دار العهد. دار عهد کجاست؟ داری که ترتبط مع دار اسلام به عهود و مواثیق، با دار اسلام یک ارتباطی داره، با عهدی، با میثاقی، مثل مکه در زمان صلح حدیبیه. اما مهادنتا، یا یک هدنه یا صلحی صورت گرفته، و اما مصالحتا علی البقاء فی الارض بعد فتحها، یا اینکه اون کشور گرفته شده اما امیر مسلمین با اونها توافق کرده که شما کافر هستن، در همینجا زندگی کنید، به شما کسی کار نداره، بیرون نمیکنیم شما رو. دار به دست کفار هست، کلا اونجا زندگی میکنن، اما حکومتش به دست مسلمین است. الان تکون لهم یدفعون مقابل، ببخشید حکومت هم حتی نیست، حکومت هم به دست خودشان است، کفار در اونجا زندگی میکنن، حاکم هم هستن، فقط جزیه خود، یک جزیه هم نیست دیگه در واقع، چون اینا ذمی نیستن، یک مقداری به اصطلاح چیز خراجی به اصطلاح به بیت المال مسلمین باز میدن، اما خودشان حاکم هستن در منطقه خود. این دار عهد دیگه، یعنی دار عهد پس دو قسم میشه، یک دار عهدی که این منطقه به دست مسلمین فتح شده اما مسلمان ها اینو نگرفتن بلکه پس رفتن به سرزمین خود و این منطقه فقط برای اونها خراج میده و تمام دیگه کاری نداره. و یکی نه به اصطلاح اصلا فتحی صورت نگرفته بلکه فقط یک عهدی با هم دارن، مثل گفتیم مکه در زمان صلح حدیبیه. خب تا اینجا اینا رو توضیح داد، عبارت کتاب تا اینجا تمام شد. بعدا میه الرکن الرابع اولو الامر، رکن چهارم سیاست اسلامی هم میشه اولو الامر که بعدا در مورد اولو الامر مفصل خواهیم خواند و ما از اینجا میام تیر میشیم، این بحث رو تمام میکنیم. صفحه دیگری به شما نشان میدم که در اینجا یک بحث مفصلی بعضی از اهل علم جمع‌آوری کردن در رابطه به دار اسلام. کار نداریم کسی که جمع‌آوری کرده، بحث اصلی ما رو منابعی است که یاد میکنه و من بسیاری از این منابع مراجعه کردم و دیدم که بله همین حرفا در همین منبع وجود داره و خیلی بحث جالبی مطرح کرده، بسیار زیبا بحث کرده. و البته من قبلا هم از روی این بحث یک کلیپ صوتی درست کردم در رابطه به دار اسلام و دار کفر و تبدیل و تغییر دار اسلام و کفر به یکدیگر، این بحث به صوتی توضیح دادم، اما اینجا ما باز ایره تشریح میکنیم در ضمن درس سیاست اسلامی. خب اولا اینجا آمده توضیح داده مسئله دار را، منظور در اقلیم جغرافیایی و منطقه‌ای که هست، و بعدا گفته اتفاق اهل علم است که دار به دو دسته تقسیم میشه، دار اسلام و دار کفر، که احادیث پیامبر و آثار صحابه میگه به این دلالت میکنن. یکی از این احادیث میخوانیم، روایت صحیح مسلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی را که به جهاد میفرستادن میگفتن ثم ادعوهم الی الاسلام، اینها را به اسلام دعوت بده، فان اجابوک، اگر اجابت کردن فقبل منهم، قبول کن، و کف عنهم، و از آنها دست بکش، ثم ادعوهم الی التحول من دارهم الی دار المهاجرین، بعدن دستور بده دعوت بکن که از دار خود یعنی دار غیر اسلامی به دار مهاجرین یعنی دار اسلام بیاین. از اینجا دو دار با هم کاملا متفاوت ذکر شده و اینکه از نزد کفار به نزد مسلمین بیاین هجرت بکنن، خود بحث هجرت این مطلب کاملا واضح میرسانه. و همچنین روایت دیگری در چی داریم؟ خب اینجا آورده کان من الانصار مهاجرین لأن مدینه کان دار شرک. یک عبارت دیگری هم از عبدالله بن عباس در روایت صحیح مسلم هست، اونجا ببخشید صحیح البخاری است، در روایت صحیح البخاری است، اونجا همین مطلب خیلی واضح و سریع آورده. بله اینجا قال ابن عباس رضی الله عنهما کان المشرکون علی منزلتین، البته اینجا
دار عهد و دار کفر رو گفته، دار به اصطلاح حرب رو گفته مشرکین به دو منزله بودن نسبت به پیامبر و مؤمنین. کانو مشرکی اهل حرب، بعضی مشرکین جنگی بودن، با مسلمان‌ها در جنگ بودن، یقاتلهم و یقاتلونه، با هم در جنگ بودن، و مشرکی اهل عهد بودن، کسایی که عهد داشتن، لا یقاتلهم و لا یقاتلونه. اینجا تقسیم میکنه که یعنی دار حرب با بدون دسته میشه، دار کفر بدون دسته میشه، دار حرب و دار عهد به اصطلاح. این بحث بوده. خب به هر صورت و بعدن حالا میایم اینجا بحث دار اسلام رو اینجا توضیح میده. میگه همون تعریفی که اونجا کرده بود، هی البلاد التي نزلها المسلمون و خضعت لهم و جرت فی احکام الاسلام. دار اسلام کجاست؟ جایی که مسلمان ها در آن زندگی میکنن، نزول دارن و احکام اسلام در آن جاری میشه. و منع و قوت برای مسلمینه، قدرت این منطقه به دست مسلمین است. و اگر چی که غیر مسلمان هم در اونجا زندگی کنن، چه ذمی ها چه مستأمن ها و امثال اونها. ابن قیم رحمه الله در کتاب احکام اهل ذمه گفته قال الجمهور، جمهور علما گفتن دار الاسلام هی التي نزلها المسلمون، دار اسلام جایی است که مسلمان ها در آن زندگی کنند و جرت علیها احکام اسلام، این که مسلمان ها یعنی اغلبا مسلمان ها باشند و احکام اسلام بر آن جاری باشد. فالعبرة في الحكم للدار بكونها دار اسلام ابتداء خضوعها لسلطة المسلمین. دار وقتی مسلمان میشه که این دار خاضع باشه برای مسلمین، یعنی در تحت سلطه مسلمین باشه و احکام اسلامی در آن جاری باشه و شرط نیست که تمام سکان او مسلمان باشن یا حتی اغلبیت هم لازم نیست مسلمان باشن، اغلبیت هم نباشه، سلطه به شرط به دست مسلمین باشه، قدرت به دست مسلمین باشه. مثلا حالا در کشورهای غربی مسلمان ها ساکن هستن، نزول دارن، در آمریکا، در روسیه که از کشورهای شرقی است، در فرانسه، در آلمان، اما قدرت و سلطه به دست اونها نیست، حتی اگر اغلبیت هم باشن. او دار باز دار اسلام نمیشه، چون مسلمان ها نازلن اما سلطه به دستشان نیست، قدرت به دستشان نیست و دیگه ای که احکام اسلام هم در اون کشور جاری نیست. اما خیلیا با همین عبارات کوتاه میگن خب پس حال کشورهای ما هم که هست دیگه، در خیلی از اینها احکام اسلامی به طور کامل جاری نمیشه، خیلی از احکامی که جاری میشه خلاف اسلام است و لحاظ اینا هم دار چی شده؟ دار کفر است و دار اسلام نیست. خیلی ها شنیده میشه. این موضوع انشالله بیشتر توضیح میدیم تا شما متوجه بشید. و خب بعدن گفته دار کفر دو دسته تقسیم میشه که بیشتر هم توضیح دادم. خب عالمی آیه ثالثا الحكم على الدار به اسلام او کفر لیس وصفا لازما. یک بحث زیبایی است، میگه اینکه یک دار اسلام باشد یا دار کفر وصف لازمی نیست که همیشه باشد. ممکنه یک زمانی دار کفر بوده اما بعدن دار اسلام شده. مثلا هم گفتیم مثل مکه یک زمانی دار کفر بود اما بعدن دار اسلام شد. پس دار کفر بودن یک وصف لازمی نشد که همیشه باشد. و همچنین میشه که دار اسلام تبدیل به دار کفر بشه. مثل اندلس یا اسپانیای امروزی یک زمان دار اسلام بود، یک زمان دار اسلام بود و اسرائیلی که امروز هست بخشی از فلسطین دار اسلام بوده اما فعلا دار چیست؟ دار کفر است. خب لحاظا پس این وصف لازمی نیست. بعدا هم نقل قول میکنه از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله که در فتاوای خود گفته و کون الارض دار کفرین و دار ایمانین، ای که یک زمینی سرزمینی دار کفر باشد یا دار ایمان یا دار فاسقین لیست صفت لازمه لها، صفت لازمی نیست بلکه صفت عارضی است، به حسب سکان میتونه که تغییر بخوره، تبدیل بشه. و همچنین در دیگه جا باز گفته والبقاء تتغیر احکامها بتغیر احوال اهلها، احوال اهلش که تغییر بخوره باز احکام هم تغییر میخوره دیگه، دار اسلام دار کفر میشه، دار کفر دار اسلام میشه. و قد اتفق اهل علم اتفاق دارن که دار کفر تسیر و تنقلب دار اسلام، تبدیل به دار اسلام میشه به ظهور احکام الاسلام فيها و تسلط المسلمین علیها. مسلمان ها به یک داری مسلط شدن، احکام اسلامی در ظاهر شد، تبدیل میشه به دار چی؟ به دار اسلام. سلطه از مسلمین باشه، مسلمان ها امنیت و آزادی عمومی و مطلق داشته باشن، دار اسلام بشه. علامه کاسانی از علمای بزرگ حنفیه در بدایع الصنایع گفته لا خلاف بین اصحابنا فی ان دار الکفر تصیر دار اسلام به ظهور احکام اسلام فيها. احکام اسلام وقتی ظهور پیدا کرد تبدیل به دار اسلام بشه. اما اینکه دار اسلام تبدیل به دار کفر بشه که بحثی است که خیلی امروزه داغ هست، این چگونه است؟ تعددت اقوال الفقها و آراءهم. اینجا دیدگاه های فقها متفاوت است. چرا؟ چون در این مسئله ما نص صریحی نداریم.
در این مسئله، چون اصلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله این چیز به وجود نیامد. حتی در زمان خلفای راشدین که یک دار اسلام تبدیل به دار کفر بشه، دار کفر تبدیل به دار اسلام شد به ظهور و غلبه احکام اسلامی و به غلبه مسلمین. اما اینکه دار اسلام تبدیل به دار کفر بشه نص صریحی نیست. به این خاطر بین فقها در برداشت هایی که از بعضی از ادله کرده اند اختلاف نظر به وجود آمده که مجموع اینها رو میتونیم به 5 قول مشهور یاد بکنیم. در اینجا همین 5 قول مشهور توضیح میده و لحاظا باید خیلی دقت بکنیم. بعد از فهم این 5 قول باز میریم به نتیجه، متوجه میشیم که چه نتیجه گیری بکنیم. اول گفته قول اول، این دیدگاه اول خیلی جالبه، دیدگاه بعضی از علمای شافعیه هست، گفتن که اصلا هیچ وقت دار اسلام تبدیل به دار کفر نمیشه. تمام. و لحاظا بنابراین نظریه پس قرطبه امروزی یعنی اسپانیای امروزی در واقع فعلا هنوز دار اسلام است. اسپانیایی که کاملا یک کشور کفری است فعلا به طبق این دیدگاه هنوز دار چیست؟ دار اسلام، چون به اعتبار اصل خود دار اسلام بوده. این دیدگاه دیگه خیلی ضعیف معلوم میشه، واقعا خیلی دلنشین نیست. خب به هر صورت عده از علمای شافعیه همین رو گفتن، ان الدار التي ثبت كونها دار الاسلام لا تصير دار کفر مطلقا و این استولى عليه الكفار. اگه چیه کفار غلبه کنن و اندرست منها معالم الدین، حتی نشانه های دین اونجا از بین بره دیگه، نه اذان نه جماعت هیچ چیز نباشه. از جمله علمای شافعیه نووی در روضة طالبین گفته ان لدار الاسلام 3 صور. گفته 3 قسم ما دار اسلام داریم. دار یسکنها المسلمون، یک داری مسلمانان سکونت دارد، و دار فتحها المسلمون و اقروها فی ید الکفار بجزیه، یک داریه که مسلمان ها از کفار گرفتن و در اونجا کفار زندگی میکنن، جزیه میدن زیر سلطه حکومت اسلامی، این دار اسلام است. سوم و دار کان المسلمون یسکنونها، یک داری که مسلمان ها در اون سکونت دارن، ثم جلو عنها، بعدا مسلمان ها از اینجا جلای وطن میشن، مثل اسپانیا گفتید دیگه. در اونجا مسلمان ها بودن، اینا فرار کردن، خیلی ها مجبور شدن چون اونجا میکشتن، شکنجه میکردن نصرانی های صلیبی. و غلب علیه الکفار، کفار هم بر اون غلبه کرده، بازم میگه دار چیز؟ دار اسلام است. ابن حجر هیتمی هم از علمای شافعیه در تحفة المحتاج گفته ما حکم بانه دار اسلام لا یصیر بعد ذلك دار کفر مطلقا، هیچ وقت تبدیل نمیشه. همچنین رملی در نهایت المحتاج هم حرف گفته، یعنی از علمای شافعیه یک عده‌ای بر همین نظرند. بعدا هم خیلی تصریح هم واضح کرده نسبت به قرطبه، شهری در اسپانیای امروزی اندلس قدیم. گفته این به اعتباری که در اصل خود اسلامی بوده، حالا هنوز هم جزء دار اسلام است. فقط در مسلمان ها واجب است که او از کفار خلاص بکنه. ثانی ها که این قول خیلی قول قوی نیست دیگه، خیلی فقها هم خیلی قبول نکردن، اکثریت اهل علم قبول ندارن. و ثانی ها دومین قول، دار اسلام لا تتحول الى دار کفر الا باجتماع شروط 3. 3 تا شرط که باشه دار اسلام تبدیل به دار کفر میشه. 3 تا شرط که این قول امام ابو حنیفه رحمه الله است. تمرتاشی حنفی در تنویر الابصار گفته لا تصیر دار الاسلام دار حرب الا باجراء احکام اهل شرک. اولا در کشور احکام اهل شرک جاری بشه. حالا مراد از این احکام چیست؟ یکی احکام دولتی است، یکی احکام در بین مردم، نماز جمعه، نماز عید، جماعت، مثلا اذان و امور دینی که در بین مردم هست. اجرای احکام شرک بشه در اونجا. یک. دوم به اتصال یا به دار حرب، متصل به دار حرب هم باشد. یعنی اینکه مثلا در پهلوی فرق روسیه کشور کفری است، در پهلوی او یک کشور اسلامی ده آمده به زیر سلطه خود گرفته، متصل به دار حرب شد و غلبه احکام کفری هم بر او شده. این پس دو شرط. اما اگه فاصله داشت مثل افغانستان که شوروی آمد به افغانستان حمله کرد، اگه چیزی در زمان اتصال هم به نوعی داشت، در زمان جلوی خود همه گرفته بود دیگه. خب حالا آمده افغانستان گرفته و در اینجا احکام کفر هم جاری کرده. حالا این افغانستان در زمانی که شوروی در افغانستان بود دار کفر بود، دار اسلام بود. میبینیم عالی. و شرط سوم و به الا یبقى فیها مسلم او ذمی آمنا بالامان الاول، و اینکه هیچ مسلمانی یا ذمی به همان امان اول خود باقی نماند، یعنی امنی برای عبادات خود، برای کارهای خود نداشته باشد. و این چیزی بوده که در اون زمان در افغانستان بوده. یک مسلمان آزاد بوده، مسجد خود میرفته، مسجد بوده، نماز خود میخواندن، عبادات خود انجام میدادن، اذان داده میشده.
اسان بند نمیکردن. ببینید که وقتی بگیم این دار اسلام است، منظوری نیست که جهاد صورت نگیره با متجاوز. نه، این کاملا متفاوت است. دار اسلام است، متجاوز دزد از خانه بیرون کن. پس اشتباه برداشت نکنید. یک برداشت کنید که پس کافر آماده دار اسلام است، جهاد لازم نیست. نه، کافر متجاوزی که به کشور آماده باید بیرون شه، اما این دار رو به او نمیدیم به نام او بکنیم بگیم این دار کفره. مثل اینه که دزدی به خانه آمده، آره، اما این خانه عبدالله، خانه دزد نیست. خانه عبدالکریم، خانه احمد، خانه فلانیه. نه ای که دزد چون به خانه آمد بگیم این خانه دزده. نه، خانه دزد نیست، این خانه فلانیه و لازم و واجب بر اهل خانه که دزد از خانه بیرون کنن. اینجا دقیقاً همچنین شکلی میشه. روس در افغانستان بود، اما این دار کفر نبود، دار اسلام و واجب بر مسلمین که دزد رو از خانه بکشن. این متوجه باشین. خب به هر حال دیدگاه دوم از امام ابو حنیفه رحمه الله، البته صاحبین باز دیدگاه متفاوت بود، اونجا هم خواندیم اینجا میخوانیم. سوم، اینکه دار اسلام تبدیل به دار کفر نمیشود به مجرد اینکه کفار غلبه کنن. نمیشه. کفار آمدن غلبه کردن، کشور گرفتن، شوروی آمد افغانستان گرفت، آمریکا آمد در 20 سال در واقع افغانستان گرفت زیر سلطه خود و امثال او به کشورهای دیگه. و اظهار احکامهم فیها، اظهار احکام هم آمدن کردن، احکام کفری هم در او آشکار و ظاهر است. باز هم طبق این نظریه سوم میگه دار تبدیل به دار کفر نمیشه مادام المسلمون یقیمون شعائر اسلام فیها، تا وقتی که مسلمان ها شعائر اسلام رو آزادانه انجام میدن، نماز جماعت، اذان، نماز عید و موضوعات دیگری شعائر دینی علنی آشکاری که هست، اینها کاملا علنا انجام میدن و کسی ایران ممانعت نمیکنه. مسلمان در انجام این کارهای خود در امن است. این دار نمیتونیم بگیم تبدیل به دار کفر شده. البته شاید این سوال پیش بیاد پس آمریکا اینجا دار اسلام است، اونجا نه. خب اونجا که اصلا دار اسلام از اول نبوده. ما بحث ما جایی است که به یقین ثابت شده که دار اسلام است. حالا میخوایم بگیم تبدیل شده یا نشده. و اما اونجا آمریکا دار کفر اصلی است. اول باید ثابت بشه که تبدیل به دار اسلام بشه، باز بعداً بحث دیگری میاد. به هر حال دار اسلام طبق این نظریه سوم که قول جمعی از علمای مالکیه هست، از مذهب مالکی رو گفتن به مجرد اینکه کافر غلبه کنه و احکام خود جاری کنه نمیتونه بگیم دار تبدیل به دار کفر شده تا وقتی که مسلمان‌ها آزادانه شعائر خود انجام میدن. و بنابراین قول دقیقاً پس شوروی وقتی به افغانستان بود دار اسلام بود یا دار کفر؟ دار اسلام بود، چون شعائر خود آزادانه انجام میدادن. لذا دسوقی از مالکیه در حاشیه شرح کبیر گفته بلاد الاسلام لا تسیر دار حرب به مجرد استیلائهم علیها، به مجردی که مستولی شدن کفار این دار حرب نمیشه، بل حتی تنقطع اقامت شعائر اسلام منها، مگر اینکه شعائر اسلام از او قطع شود. اما تا وقتی که مادامت شعائر الاسلام، تا وقتی که شعائر اسلام یا قالب اونها قائم باشد، شعائر اسلام اگه همه نشد قالبش هم شد کافی است، قالبش هم گفته قائم باشه فلا تسیر و دار حربی. اینجا یک نکته بگم، شاید یک نفر بگه برادر ما این دیدگاه فقها اینجا کار نداریم، ما آیت و حدیث در این مسئله نص صریح نداریم. جان برادر، همین علت است که بین فقها اختلاف نظر است. اختلاف در جایی میاد که نص صریحی نیست. اگر میبود که مواجهت به مباحث نبود دیگه. و به همین خاطر است که در این مسئله نباید خیلی تندروی کرد و خیلی زود نه والله ما این دیدگاه داریم، ما همین قبول داریم. خب تو دیدگاه قبول داری درست، اما حق نداری به دیگران دیدگاه‌های دیگر بی‌حرمتی کنی، چون هیچ کدام نص قطعی و صریحی ندارد. لذا در باب مسائل علمی باید خیلی توجه داشته باشیم و همین است که امام شافعی میگه من کثر علمه قل انکاره، کسی که علم او زیاد شد انکار او کم میشه، کسی که علم او کم است انکار خیلی زیاد داره، خیلی زود جوش و خروش میکنه. قول چهارم میگه دار اسلام متحول میشه به دار کفر اذا استولى علیه الکفار، وقتی کفار بالای او مستولی شدن تبدیل میشه به دار کفر و اظهر احکام الکفر. این دیدگاه یعنی همون قول مالکیه میگه با یک تفاوت، میگه یعنی در واقع با این تفاوت کاملا به عکس او میشه دیگه، با این تفاوت یعنی اینکه اگر کفار آمدن غلبه کردن و احکام کفری را جاری کردن طبق این دیدگاه که قول امام محمد و امام ابو یوسف از علمای حنفیه، به مجرد غلبه کفار و اظهار احکام کفر این دار تبدیل به دار کفر میشه. و طبق این دیدگاه باید بگیم که دیگه در زمان شوروی دیگه دار کفر شده بوده دیگه.
و گفته این قول ابو یوسف و محمد دو شاگرد امام ابو حنیفه و قال بی بعض الحنابله، بعضی حنابله هم گفتن. علامه کاسانی در بدایع الصنائع از علمای حنفی گفته و ابو یوسف و محمد گفتند رحمهم الله انها تسیر دار الکفر به ظهور احکام الکفر فیها، ظهور احکام کفر شد کافر میشه. البته همین هم که دقت بکنیم در تطبیق او باز متوجه میشیم که طبق همین هم نمیشه، چون منظور از احکام کفر یعنی چی؟ فقط در حد دولت یا در حد ملت هم هست. اگه در حد ملت باشه باز این قول خب نماز و جماعت و اذان و اینا خب احکام اسلامی بوده و ظاهر هم بوده، احکام کفری هم بوده اما احکام اسلامی هم بوده. لذا در تطبیق اینجا باز کمی دقت به کار داره. فاذا ظهر احکام کفر فی دار فقط صارت دار کفر. گفته اگه احکام کفر در یک دار ظاهر شد دار کفر میشه. این شد قول چهارم. میریم قول پنجم. قول پنجم قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در فتوای مشهور او در مورد مردم ماردین. مردم ماردین خب شهری است که مغول‌ها تاتارها در اون زمان حمله کردن، این شهر گرفتن. کسایی که گرفتن و سلطه به دستشان است خب کافر هستند و کس ملت و رعیت که مسلمان هستند. حالا این داره چی بگیم؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه در این مورد این فتوا داده، گفته دیار اسلامی که کفار بر آن مستولی بشوند و اظهار احکام کفر را در آن بکنند، اما مسلمان ها در اون کشور زندگی بکنند، رعیت مسلمان باشد، نمیتونیم میره دار کفر بگیم، نمیتونیم مطلقاً دار اسلام بگیم. نه مطلق دار کفر است نه مطلق دار اسلام. نسبت به مسلمان ها دار اسلام است، نسبت به کفار دار کفر است. که البته این قول با او قولی که مالکی ها در واقع گفتن خیلی فرقی نمیکنه، چون نسبت به مسلمین باز دار اسلام میشه، نسبت به کفار دار کفر یعنی کافر بیرون کن دیگه. اینجا میگه بل تکون دارن مرکبتا من الامرین، ترکیب شده از دو امر. و این قول ابن تیمیه رحمه الله در فتوای مشهورش در مورد مردم ماردین است. و هی بلدة اهلها من المسلمین، شهری که اهل و مسلمان بودن و لشکر تاتار در اونجا داخل شد و سلطه از اونها بود. ابن مفلی در کتاب آداب شرعی خود از شیخ الاسلام ابن تیمیه در مورد مردم ماردین نقل کرده که در او دو معنا مرکب است. نه به منزله دار اسلام است که در او احکام اسلام جاری میشه چون لشکری در اونجا مسلمین نیستن دیگه، و نه به منزله دار حرب است که همه اینا کافر باشن چون اهلش کافر نیستن، بلکه گفته قسم سوم است یعامل المسلم فی ما بما یستحق، مسلمان با آنچه که مستحق است معامله میشه، یعنی حکم اسلام داده میشه، و با خارج از شریعت به ما یستحق یعنی حکم کفر داده میشه. این مجمل اقوال فقها. حالا دیدید 5 تا نظریه در اینجا ذکر کرد، این خلاصه اقوال. اما اصل بحث اینجا توضیح داده نویسنده، گفته و هو من مسائل الاجتهاد النازله بعد عهد الصحابه و تابعین. این موضوعی است که اصلا در زمان صحابه و تابعین وجود نداشته، از جمله نوازل هست در فقه اسلامی. نوازل موضوعاتی میگن که در گذشته نبوده، جدید به وجود آمده و در روشنایی نصوص دینی برای اون فتوا صادر شده و نص صریح و قطعی برایش نبوده و یه جمله نوازل است و لیس فیها نص شرعی حاسم، نص شرعی قطعی که بحث ریشه کن کنه نیست، لحاظ اختلاف نظره و نباید دلیل تشدد کرد. والذی یظهر، حالا خود نویسنده بس دیدگاه خود میگه آنچه که قریب به اصول شریعت است و مقاصد شریعت است، دار اسلام تبدیل به دار کفر نمیشه مگر اینکه کفار غلبه کنن یا مرتدین غلبه کنن و احکام کفر در او ظاهر بشه و شعائر دین از این کشور از بین برود. یعنی دقیقاً همون قول مالکیه در واقع میگه که به نوعی با قول شیخ الاسلام هم تطابق میخوره. یعنی تنها به این که احکام کفر از لحاظ دولتی و قانون دولت غلبه کرده، تنها به این نمیشه که بگیم دار کفر. ها درسته این قانون کفری است، سردمداران کفر مسلط شدن، این درست سر جای خود، اما چون احکام اسلامی در بین ملت و رعیت جاری هست، علنی و آشکار احکام خود را آزادانه در امنیت انجام میدهند، لذا این دار کفر نمیگیم. بازم نبی معنا که اخراج اینها واجب نیست، اخراج واجب است، اما این دار نمیگیم این دار کفر است و احکام دار کفر میگیره، نه دار اسلام است و احکام دار اسلام داره. مثل که بعضی گفتن نماز جمعه نخونین که اینجا کشور اسلامی است. نه، غلط است، اشتباه است، اصلا دار اسلام است. اگه که نماز جمعه تا در دار کفر هم علما فتوا دادن، او یک بحث مفصل است. اما اذا لم تكن احکام الکفر هی ظاهره، اما اگر احکام کفر آشکار نبود یا احکام شعائر اسلام ظاهر بود، اذان، نماز جماعت، جمعه، روزه، اعیاد، و مسلمان ها اهل بلد عموما مسلمان ها بودند،
فلا تکون دار کفر. دار کفر نیست اگه چی که حکامش و سلاطینش به شریعت حکم نکنن. بس در زمان شوروی در افغانستان دار اسلام بود، اگر چی که دولت کافر بود اما دار اسلام. یکی دولت هست که دار است، با کفر دولت دار کفر نمیشه. ما گفتیم 4 تا ارکان سیاست اسلامی است. یکی دولت است اینجا، حالا یکی که همو به حساب اولوالامر است به نوعی، و یکی چیز اینجا رعیت و ملت و مردم است. مردم مسلمانند، مردم در بینشان احکام اسلامی جاری است. دولت و حکم دولت کفری است. حالا دولت کافر و واجب که اخراج بشه و واجب در مقابل او قیام بشه، اما رعیت و دار منطقه دار اسلام است، مردم مسلمانند. اینا باید متوجه باشین. حالا این نویسنده این مطلبی بحث گفته، کار نداریم که ادعای او یعنی فقط به همین خاطری که او گفته قبول کنیم. نه، میبینیم عباراتی که نقل میکنه از علما. میبینیم علمای بزرگ در این مورد همین فتوا صادر کردن. در گذشته هم این کارها بارها صورت گرفته، خصوصا از زمان چنگیزخان و مغول و تاتارها که بر مسلمین تاختن و خیلی از دارهای اسلام را به زیر سلطه گرفتن. گفتند که از جمله از امیر صنعانی در قرن 12 سوال شده در منطقه عدن یمن که به دست کفار افتاده بوده. از اون سوال شده که آیا دار کفر است یا دار اسلام، به همراهی که اکثر اهل و مسلمانان در اون نماز جمعه به پا میشه، جماعت به پا میشه، اما شوکت و سلطه به دست فرانسوی است. و همچنین نظیر اینها در هندوستان که مناطقی بوده که کلا مسلمان ها بودن. خب هندوستان کشور اسلامی بود یک زمان، کلا حکام مسلمان بر او مسلط و حاکم بودن. باز انگلیس ها آمدن استعمار کردن. حالا اینجا همچنین جاهای میتونیم بگیم دار کفر است یا دار اسلام است. گفته فقال اما الاقطار التي استولى عليها المسلمون. این فتوای شیخ حمید صنعانی صاحب شرح به حساب چی است، بلوغ المرام سبل السلام مشهور است دیگه. گفته اما اقطار و منطقه هایی که مسلمون بر آن مسلطن و بر آن غلبه کردن از زمان فتوحات اسلامی تا در دو دولت امویه و عباسیه و حلم مجرن بکش بیا تا اینجا دیگه. بعد از ظهور کلمه اسلام به این معنا هی دار اسلام، بعد از اینکه کلمه اسلام در روز ظاهر شده دار اسلام است. فمتى علمنا یقینا، دقت کن اینجا یک بحث خیلی جالبی ده. ما در باب تکفیر یک انسان مسلمان یک مبحثی داریم که ایمان یک شخص وقتی به یقین ثابت شد، کفر او ثابت نمیشه مگر به یقین مثل آن. لذا به اساس شبهه حق نداریم یک مسلمان را تکفیر بکنیم. به اساس شبهه اجازه نیست. تکفیر به یک امر قطعی و یقینی باید ثابت بشه، چون ایمان به امر قطعی و یقینی ثابت است. عین شک در رابطه به دار هم همچنینه. دار اسلام به دلیل قطعی و یقینی ثابت شده. حالا که خواسته باشی اون رو تبدیل کنی به دار کفر، باید به دلیل قطعی و یقینی باشد، به شبهه نمیشود. ولهذا تمام اقوالی که خواندیم اختلاف نظر وجود داره، شبهه میآید. قاعده که شریعت است و از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله گرفته شده، یقین به شک از بین نمیره. پس اصل یکی دار اسلام است، پس به شبهه از بین نمیره. بعضی گفتن قانون مثلا تبدیل بشه، قانون کفری باشه دار کفر میشه، بعضی حاکم مسلط بشه، حاکم کافر مسلط بشه. اما ادعی هم گفتن که نه، باید که احکام اسلامی در بین مردم جاری نشه، آزاد نباشن، جمعه و جماعات و اعیاد و اینها. ولی لحاظا ما می‌بینیم که در زمانی که شوروی مسلط بود اینا بود. پس این دار اسلام بود، اصل خود دار اسلام بوده. یقین به شک از بین نمیره، چون یک شرط ایده. بعضی فقها گفتن، فقهایی که ایده شرط نکردن خب شک میآید، به اساس شک هم یقین از بین نمیره. اینجا اشاره به همین میکنه، میگه وقتی ما یقینا دانستیم ضرورتاً بالمشاهده یا به سماع متواتر که کفار مستولی شدن بر کشوری از کشورهای اسلامی و قلبوا علیها و قهروا اهلها به حیث لا یتم لهم ابراز کلمه الاسلام. میگه اگه طوری بود از جای به ما خبر دادن که یک جای کفار گرفتن و مسلمان‌ها حتی کلمه خود گفته نمیتونن، نماز و مسجد و جماعت هم از بین رفته، در این صورت گفته دار حرب میشه. و این اقیمت فیها الصلاه، اگه چی که میگه نماز به پا بشه اما ابراز میگه کسی نمیتونه. ببین اینجا به حیث لا یتم ابراز کلمه الاسلام الا بجوار من الکفار، کلمه اسلام گفته نمیتونی مگر که به پناه اونها بری، با اونها دوستی کنی. اما عموم مردم یعنی نمیتونن که کلمه خود حتی بگوین، آزادی ندارن. نماز اقامه ظاهرا بشه، یعنی اقامه ای که در
شخصی باشه، در واقع به این شکل منظوره. ثم قال، بعداً باز گفته در توضیح کلام خود، و بما حررناه، با توضیحی که دادی واضح شد که منطقه عدن که به دست فرانسوی ها بوده و ماوالاها، اگر در او شهادتان ظاهر است، علنی است، کسی منع نمیکنه، نمازها علنی است، ولو ظهرت فيها خصال کفری، اگه چی که بعضی خصال کفری هم هست، اما این کارهای اسلامی هم آزاد است، به غیر جوارین، نیازی هم نداره که پناهی از کفار بخوایم که نماز جماعت و مسجد اینا خود داشته باشیم. گفته ایدا فهیه دار اسلام، ایدا دار چیست؟ دار اسلام. و الا فدار حرب، اگر امی آزادی وجود نداشت باز دار حرب است. جای دیگه هم همچنین. و صدیق حسن خان هم همین از او نقل کرده. خب مسعود کلام مشخص است. و قال احمد الرومی الحنفی، از علمای بزرگ حنفیه در قرن 11 کتابی داره به نام مجالس الابرار و مسالک الاخیار، گفته و کان عند المئة الثالثه خروج تتار، در قرن ششم تاتار یعنی مغول ها خروج کردند و به کشورهای اسلامی حمله کردند و عموم فساد اونها صورت گرفت، حتی ان العلماء حکموا بکفرهم، علما اونها خود تکفیر کردن، تاتار کافر بوده. و اختلفوا فی البلاد التي استولى عليها، اختلاف کردن علمای اون زمان. اولین بار بود که این مسئله صورت گرفت، اولین بار که دار اسلام تبدیل به دار کفر میشه یا نمیشه در قرن ششم صورت گرفته به اثر حملات چنگیز مغول. آیا از بلاد اسلام است یا نه؟ و قالو، علما گفتن بلادی که در دستان کفار است امروز شکی نیست که اینا بلاد اسلام است. چرا؟ چون اینا متصل به دار حرب نیست. ولم یظهروا فی احکام الکفر، احکام کفر را ظاهر نکردن. و اما البته اینجا که میگه ظاهر نکردن، ظاهرا مثل اونجا نکرده بودن، وگرنه خب اظهار احکام کفر از طرف چنگیز خان بعداً باز شده دیگه، قوانین کفری خود ظاهر کردن. این که میگه لم یظهروا شاید در وقت خاصی بوده، اما بلادی که برو ولات کافر میگه تعیین کردن، فیجوز فیها، همونا میگه اگر والی مثل دارها فرق میکرده، بعضی منطقه ها بوده که کفار مغول ها گرفته بودن و به او کار نگرفته بودن، جنگ خود کرده بودن، کشت و بس کرده و رفته بودن و در اینجا احکامشون، احکام کفریشون آشکار نبوده، غلبه نداشته، ظاهر نبوده. اما میگه بعضی بلادی هم بوده که والی های کافر تعیین کرده بودن، یعنی از جهت تاتارها تعیین شده بود، اما او هم میگه بازم دار اسلام است، به دلیلی که در او اقامه نماز جمعه، عیدین اینا همه میشه. یعنی از علمای حنفیه هست ظاهرا معلوم میشه که قول امام ابو حنیفه گرفته، قول صاحبین نگرفته، یا اینکه منظور از قول صاحبین به این شکل برداشت کرده. و قاضی به طراز المسلمین، میگه قاضی خود مسلمان‌ها راضی میشدن یک نفر تعیین میکردن و احکام خود پیش او میبردن. یعنی یک نکته اینجا که درسته که این کشور کفار آمدن مسلط شدن و اینها مثلا اونجا چی دارن، حاکمی قانونی دارن و قانونشان قانون غیر اسلامی است، اما در مسائل خانوادگی مردم، در مسائل مدنی، در مسائل عمومی دیگری که دارن، احکام چی جاری؟ احکام اسلام. مثلا در باب نکاح، طلاق و این مسائل میرن پیش عالم خود، پیش قاضی، از خود قاضی دارن، به او مراجعه میکنن. لحاظا نمیتونیم بگیم دار کفر اسلام از خودشون مسلمان ها هستن، اصلا دار اسلام. به همین دلیل میگه وقد حکمنا بلا خلاف بان هذه الديار قبل استیلال کفار تتار من دیار اسلام، میگه قبلا ما حکم میکردیم بدون اختلاف که دیار اسلام بوده قبل از اینکه تاتارها بیاین. بعد از اینکه آمدن باز اعلان اذان هست، جمعه و جماعات هست و حکم به مقتضای شرع و فتوا هست. مردم میدن، درست دولت بر اساس کفر حکم میکنه، اما مردم میتونن برن پیش قاضی خود بر اساس دین خود حکم رو بگیرن. و این مثلا میگه آشکار بوده، بلا نکیر من ملوکی، او پادشاه این کار نداشتن، میتونن از علمای خود سوال کنه. فالحکم بانها من بلاد الحق لا جهت له، این که بگیم دیار حق است میگه وجه ندارن. همون دیار شیخ الاسلام ابن تیمیه با چی گفته بود؟ گفتی مرکب شده، و گفته که علما در اختلاف کردن. شیخ الاسلام ابن تیمیه در همون زمان حکم اوی بوده که اینها این دار مرکب است در اهل ماردی، و شیخ احمد رومی حنفی میگن این دار اسلام است، دار کفر نیست. علمای مالکی هم همین گفته بودن. اما یکی میگه اعلان بیع خمر است، اونجا شراب فروشی و مثلا مالیاتار به قسم تاتار میگه تعیین کردن، میگه این مثل اعلان بنی قریظه در مدینه به یهودیتشان بوده. اونا یهودیت خود اعلان میکردن، مسلمان‌ها میتونن به احکام دینی خود عمل میکردن، اما مدینه دار اسلام بود. یه همچین چیزی توضیح داد.
خامسا، پنجمین بحث، بنابر آنچه که قبلا توضیح دادیم، پس بلاد اسلامی امروز به مجمل خود به طور خلاصه که بگیم اینا همه دار اسلامن، چون در تحت سلطه مسلمینن. درسته که دولت شاید حتی قانون اسلامی جاری نکنه، اما در یک بخشی است، نه به طور کل. نمیگیم او باطل نیست، او باطل هست و کسی بود حلال به شما مسلمان نیست. کسی که تبدیل قانون الهی رو بکنه کافر میشه. اونا همه سر جای خود، اما یکی تاثیر میذاره که دار تبدیل به دار کفر بشود، این یک بحث دیگری است. یعنی این دو تا لازم و ملزوم هم دیگر نیستن که اگر گفتیم دار اسلام است یعنی نباید در مقابل حکم کفری مبارزه و مقابله بکنیم. نه، او به جای خود، اما دار کفر نگیری. دار چیست؟ دار اسلام است. متوجه ایده باشید. خب به هر صورت چون احکام اسلام در روز آشکار است، حتی در خیلی از این کشورها می‌بینید در قانون اساسی و در قوانین دیگه و بعضی احکام کفری است، اما خیلی از احکام هم اسلامی است. مسلمان‌ها آزادند در مسائل خانوادگی خود، در مسائل معاملات خود، در موضوعات عبادی خود، در عموم اینها این آزادی خود دارند. پس دار را دار کفر نگیم. ها، در مقابل اون موضوع دیگه مبارزه بکنید، اون مسئله دیگری است. و بعد هم میگه یدل علی ذلک، دلیل مطلب اول اینکه اصل ابقاء ماکان علی ماکان است، همون مسئله قبلی، یعنی یقین به شک از بین نمیره. اصل یکی دار اسلام بوده، پس اون به حالت او باقی نگه دار، نگوی دار کفر است. پس به حالت خود باقی میمونه مگر اینکه به یقین دلیلی بیاد و ثابت شود. دقیقاً کاسانی از علمای حنفیه در بدایع الصنایع گفته فلا تصیر دار الاسلام بیقین دار الکفر بالشک و الاحتمال. به شک و احتمال دار اسلامی که به یقین بوده تبدیل نمیشه. و این قانونی است که همه فقها و محدثین و علمای تاریخ اسلام قبول دارن و گرفته شده از حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله است. چنانچه علمای چی توضیح دادن قواعد الفقهیه. و دیگر این که دوم گفته ان الشرع عد الشعائر الظاهره من علامات الفارقه. میگه این شریعت خودش شعائر اسلام رو از علامات فرق کننده بین دار اسلام و دار کفر بیان کرده. پیامبر صلی الله علیه و آله به جهاد میرفتن، چیکار میکردن؟ صدای اذان که میشنیدن اونجا با او قوم نمیجنگیدن. اذان پس میشد علامت اسلام و قوم و این مردم، علامت دار اسلام میشد. و لحاظا مینه ابوبکر اسماعیلی در اعتقاد ائمه اهل حدیث گفته و یرون، یعنی اهل سنت و جماعت عقیدهشان این است الدار دار الاسلام لا دار الکفر کما رأت المعتزله ما دام النداء. اصلا میگه که معتزله به خلاف این نظرند، این که به معتزله نسبت کرده. گفته عقیده اهل سنت این است که دار اسلام است تا وقتی که در آن اذان باشد، نماز باشد، اقامه عبادات اینا بشود و اهلها متمکنین منها آمنین و اهلش آمن در امنیت کامل باشند نسبت به دین و ایمان خود. ابن عبدالبر در الاستذکار گفته لا اعلم خلافا، میگه من هیچ اختلاف نمیدونم در وجوب اذان جملتا علی اهل الامصار، به طور خلاصه که اذان واجب است بر اهل امصار. میگه من در اختلاف نمیدارم. البته خب او گفته اختلاف نمیدارم، وگرنه حنفیه عموما او واجب نمیدونن، سنت میدونن. لانه من العلامه الداله المفرقه بین الدار الاسلام و دار الکفر. ابن عبدالبر میگه از علامات فرق کننده بین دار اسلام و دار کفر یکی چیه؟ اذان. ابن رجب حنبلی در فتح الباری خود شرح بخاری گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم اذان را فرق کننده بین دار کفر و دار اسلام قرار میداد. صدای اذان شنیده میشد میگه کف اندماهم و اموالهم، از مال و خونشان دست نگهداری. شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب النبوات خود میگه و من الدلائل، از دلایلی که دار اسلام است الشعائر، مثل شعائر اسلام علنی آشکار که دلالت میکند که دار اسلام است، مثل اذان، مثل جمعه و اعیاد. و در صحیحین همون حدیث آورده که پیامبر صلی الله علیه و آله جایی که صدای اذان بالا میشد جهاد نمیکرد. دیگه این که این بلاد دار اسلام است، در سابق به اتفاق دار اسلام بوده، پس لحاظا به اساس شک و شبهه تبدیل نباید حکم بکنیم. مردم هم علنا احکام دینی خود انجام میدن. قال ابن تیمیه فی الفتاوی فكل ارض سکانها المؤمنون المتقون هي دار اولیاء الله تعالی. داری که سکانش مسلمان ها هستند یا غلبه به اونهاست و هر این دار اولیاء الله است، دار اسلام است، و هر ارضی که سکانش کفار هستند بازی دار کفر است در همان وقت. خب به هر صورت به همین شکل توضیح داده. اینم باز آورده شماره پنجم گفته ان التغیر الحاصل لاحکام الشرعیه بالقوانین الوضعیه لیس کاملا. همین تغییری هم که میگه میایه به طور کامل نیست. اون فقهایی که گفتن ظاهر باشد حکم کفر، خب در تمام کارها نیست دیگه.
درسته مثلا آمدن قانون وضعی، قانون دموکراسی پیاده کردن، اما در تمام احکام نه، در عده‌ای از احکام، حتی بسیاری از احکام شرعی داخل قانون خودم گرفتن. حال نمیگیم قانون اسلامی است، قانون کفری است حتی اگه یک مسئله او خلاف اسلام باشد. اما این که احکام اسلام ظاهر است یا احکام کفر، احکام اسلام ظاهر است، چون اکثر اینا احکام اسلام ظاهر است. پس دار اسلام است اما قانون کفری است، یا این دولت کفری است مثلا، یا کفار مسلط شدن. اینا رو باید با هم فرق بگذاریم، متوجه بشین. میگه پس احکام شرعی مثلا تطبیق میشه و حتی قضاوت میشه در جاهای مختلف، احکام خانوادگی، احکام شخصی، در بحث اوقاف، در مؤسسات شرعی، در بسیاری از اینا میگه بر اساس قوانین اسلام است. پس دار اسلام است. و بعدا اینجا از حسکفی هم نقل کرده در دورالمختار از علمای حنفیه، گفته و دارالحرب تسید و دار اسلام به اجرای احکام اسلام فیها. اجرای احکام اسلام یعنی چی؟ تنها گفتیم مسائلی که به دولت ربط میگیره نه، که جمعت و ایدم. پس دقت کنید، پس اونجا که قول امام ابو یوسف و امام محمد از فقهای حنفیه مشهوره و یاد میشه که احکام اسلام جاری باشد، تنها او احکامی که در دولت از حدود و قصاص و اینها نیست، بلکه عموم احکام مثل جمعه و عید و اینها هم هست. ابو یعلا از علمای بزرگ حنابله در کتاب المعتمد فی اصول الدین گفته کل دار کانت الغلبه فیها لاحکام اسلام دون کفر دار اسلام. غلبه از احکام اسلام، از احکام تنها مسائل دولتی، حدود و قصاص و اینها نیست، نماز جمعه و عید و درس و مدرسه و اینها همه در تحت او شامل است. لازم پس کلمه ظهور احکام بعد اینجا دقت کنید که منظور همین است. خب به هر صورت همچنین مطالب زیاد دیگری توضیح دادن، به همین اندازه میره اکتفا میکنم، خیلی طولانی نشود. خب بله، و کاملا مطلب انشالله روشن شده باشه در رابطه به دار که رکن سوم سیاست اسلامی بود، که دار اسلام هست و دار کفر چگونه تبدیل میشه و چه شرایطی دارد. حالا در تطبیقات هم بگیم کشور اسپانیای امروزی بله دار کفره، چون اصلا دیگه اقامه شعائر و اینها دیگه در او باقی نمانده، الا بسیار استثنایی و کم، حالت عمومی نیست دیگه. و احکام اسلام از در او غلبه ندارد، ظاهر نیست، بلکه احکام کفر غلبه دارد و ظاهر است. نه احکام فقط در دولت، حتی در بین ملت. اما کشورهای دیگر اسلامی، اینا کشورهای اسلامی است، چون احکام اسلامی در او غلبه دارد در بین رعیت، حتی اگه چیزی در دولت نباشد، در رعیت و در ملت هست. پس لازم این کشورهای خودت نگین که اینا دار کفر است، اینا دار اسلام است. در عوض کوشش کنین که قانونهای دولت خود قانون اسلامی بسازید و بیگانه اگه تجاوز کرده او رو بیرون بکنید. و مثلا حسیری که اسرائیل از فلسطین گرفته دار اسلام بوده، اما متاسفانه تبدیل به دار کفر شده و وظیفه مسلمین است که پس او رو تبدیل به دار اسلام بکنند. و همچنین موضوعات مختلف دیگر. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما رو حفظ کند و ان شاء الله رکن چهارم سیاست اسلامی که اول الامر است در جلسه آینده خواهیم خواند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.